دکتر یه چند وقت سردرد خیلی شدید دارم، به طوری که انگار یه طرف سرم همراه با نبض میزنه. از طرفی بعضی وقتا که خیلی شدید میشه هم دچار سرگیجه میشم هم دچار حالت تهوع. به نظر شما چیه این مشکل؟ این علائمی که تو به من داری میگی علائم میگرنه که خیلی هم آزاردهنده است. همونطور که گفتی باعث سرگیجه و تهوع ممکنه بشه. چند تا تکنیک تمرین خیلی خوب به آموزش میدم، انجامش بدین. تمرین اول، دستاتون رو بزنید دقیقاً روی پیشونی بالای ابروتون و همزمان که سرتون یه ذره میارین پایین با فشار زیاد به سمت بالا روی پیشونیتون رو ماساژ بدین. 2 دقیقه این کار انجام بدین. کف دستاتون رو بزنید دقیقاً پشت سرتون و همزمان با این که دارین به سمت جلو ماساژ میدین، سر و گردن آروم به سمت بالا ببرین. 2 دقیقه هم این تمرین رو انجام بدین. به بهبود گردش خون سر و گردنتون بسیار خوب کمک میکنه. و تکنیک آخر که خیلی هم مهمه، دستتون رو به این شکل قرار بدین تو ناحیه شقیقه، ناحیه گیجگاهی، با فشار زیاد و به شکل دایره‌ای 2 طرفه به مدت 5 دقیقه این ماساژ رو انجامش بدین. بسیار بسیار موثره. کلمه میگرن رو زیر این ویدیو برای من کامنت کن تا چند تا نکته پیشگیرانه از میگرن برات بفرستم. همینطور یک تکنیک تمرین خیلی خوب دیگه برات ارسال میکنم.